شهید محسن فخریزاده یکی از برجسته‌ترین دانشمندان ایران در حوزه فیزیک هسته‌ای و صنایع دفاعی بود. او در زمینه توسعه فناوری‌های پیشرفته از جمله برنامه‌های هسته‌ای و دفاعی کشور نقش کلیدی داشت. فخریزاده در سال 1336 متولد شد و پس از طی تحصیلات عالی به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فیزیک هسته‌ای فعالیت کرد. او ریاست سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را بر عهده داشت و از چهره‌های کلیدی در پیشرفت فناوری‌های نوین ایران محسوب می‌شد. به دلیل جایگاه مهم او در تحقیقات علمی و دفاعی، نامش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت. مقامات غربی و رژیم صهیونیستی بارها از نقش او در برنامه‌های علمی ایران نام برده بودند. در 7 آذر 1399 شهید فخریزاده در منطقه آب سرد دماوند مورد حمله تروریستی قرار گرفت. این عملیات که به صورت پیچیده و از راه دور انجام شد، منجر به شهادت او شد. پس از شهادت او، مقامات کشور بر ادامه مسیر علمیش تاکید کردند و برنامه‌های پژوهشی مرتبط با او همچنان ادامه یافت. شهید فخریزاده یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان ایرانی بود که تلاش‌هایش تأثیر زیادی بر پیشرفت علمی کشور داشت.